ادامه بدیم. کنار استخر تو حیاط و درخت کاری میکنیم. محوطه نشستن و صحنه کوچیک رو لغو میکنیم. کل این مکان درخت کاری میشه. وسط شهر باغچه‌ای مثل واحه وسط صحرا درست میکنیم. زیر استخر روی پشت بام رستوران هست. سقف رستوران رو طوری بازسازی میکنیم که استخر دیده بشه. روشنایی استخر روی سالن غذاخوری میفته. موقع غذا خوردن کسایی که بالا شنا میکنن رو میبینن. روشنایی شب استخر با توجه به طراحی اتاق در زمانهای مشخص تغییر میکنه. بگیر. این چیه؟ گلخونه وداد. به مروه بگو نقشه‌های هتل رو برداره و بره به گلخونه. با وداد حرف بزن و یه گزارش آماده کنه که چه درختایی باید برامون بفرسته و چقدر هزینه داره و کی میتونیم کاشتشون رو شروع کنیم. وقتی که مروه اطلاعات آورد اونا رو هم به ارائه اضافه میکنه. فهمیدم. میتونی بری لروکس خانم. امروز صبح دیر رفته بودی برای شما که نمیخواین در مورد چیزایی که به شما مربوط نیست چیزی بپرسیم، درسته؟ در ضمن دیگه دیر نکن. پس بی زحمت بعد از این وقتی برق خونه قطع شد شما رسیدگی کنین. گفت یه چیز مفید ارائه بده. تو اول خودت یه خلاصه مفید ارائه بده مگه نه؟ دختر یلدریم خانه دیگه میگه کوههای 500 متری رو من درست کردم. چی؟ بابا کوههای کوچیک دیگه، نه که این کوههای زیر 500 متری رو کوه حساب نمی‌کنن. بی خیال بابا، تو این چیزا رو نمیفهمی. حالا اینا به کنار. این که گفت سطحی و کم عمق فکر میکنین واقعا منو عصبانی کرد مروه. من اونو تو همون آبای کم عمق خفه میکنم. زنی که حالا داره به لروکسی که میندازه. آیدا همینطوریش هم از زمیر خوشم نمیاد. اینطوری پیش بره یقشو میگیرم و گفته باشم. یکم آروم باشین نازنین. ای ممنون برو جون. من نمیخورم. برم سر کارم. ابا چرا؟ میخوام در مورد پروژه‌های خارجی تحقیق کنم. بالاخره باید کبر و غرور آلارا خانمو به سطح دریاها رسون دیگه مگه نه؟ وایسا خب منم بیام کمکت کنم. بابا فوقش میخوایم یه قهوه تو تراس بخوریم، چرا فرار میکنی؟ چرا فرار کنم آخه؟ قهوه‌مونو بخوریم مگه چیه؟ اما اگه قرار از دیشب حرف بعد بزنیم از این از گذشته حرف نمیزنیم، فقط و فقط از امروز حرف میزنیم. باشه؟ بگو باشه. باشه. خواهش میکنم. برو، این که واسه عصره. ما چطوری میخوایم زود کارمون رو تعطیل کنیم؟ فرار میکنی. سر صبحی که آلارا خانم از رومون رد شد و لهمون کرد، عصری یکم زودتر میریم و استراحت میکنیم. آخه مگه ما بچه ایم؟ انگار داریم از مدرسه فرار میکنیم. ببین، یه قراری بذاریم. امروز بچه بشیم، فردا هرچی تو بخوای همون میشه. آیدا مروه کجاست؟ بابا تو حیاط چی شده؟ ولشون کن بعدن میان. میشه یه خواهشی ازت بکنم؟ میشه تو این پروژه کمکم کنی؟ البته عزیزم. ببین دخترا، وسایل پانسیون گربه به دست مشتری رسیده. اوستاکارا وقتی صبح رسیدن دیدن همه چی داخله. اما وسایلا که هنوز نیومدن. اگه میومد ابراهیم بهم زنگ من میزد. نمیدونم، با یه مینیبوس شیرینی فروشی براشون بردن. مینیبوس شیرینی فروشی؟ آیدا لوازم پانسیون گربه رو تو بردی؟ آره ابراهیم زنگ زد. ماشینم زیر پام بود. رد شدنی لوازم رو گرفتم و بردم خونه مشتری. عجب. ابراهیم معمولا به من زنگ میزنه. دیگه تو به این کارا رسیدگی میکنی؟ کدوم کارا؟ به کارای ابراهیم. لروکس فکر درگیر بود گفتم یه کمکی بهت بکنم. لطفاً اشتباه برداشت نکن. نه جونم چه اشتباهی. کمکم کردی واقعا ازت ممنونم. خیلی ممنونم واقعا. خواهش میکنم. راستی یه سوال ازت دارم. عروسی تابستونی میگیرین یا پاییزی؟ میخوام لباس انتخاب کنم. لروکس مزخرف نگو، همچین چیزی نیستش. چیزی که بین ابراهیم و آیداست. نه بابا، تو با ابراهیم کسی که جزئیاتو نگه خود سرش باشه. اما قبلش باید بری گلخونه و گزارش تهیه کنی. چه گلخونه ای چه گزارشی؟ دستور دمیرخانه چی بگم؟ بیا همه چی رو یادداشت کردم، تو راه میخونی. آدرسش هم توش نوشتم. زود باش. خیلی خوب باشه، پس من رفتم. یه لحظه
لروکس جان میشه اینو فردا حلش کنیم؟ نمیشه. شب باید فایلای ییلدیریم خانو براش بفرستیم. اوه پس همین الان میرم. باشه خب نمیشه بگیم یکی دیگه حلش کنه؟ میشه بدیم یکی از بچهای خودمون حلش وای کنه؟ نمیشه. تو این پروژه حتی جای اشتباه کوچیک هم نداریم. نمیشه به کس دیگه بسپاریم. شما برنامه‌ای دارین بچه‌ها؟ خدا نجونم چه برنامه‌ای. مروه وقت دکتر داره. آره خیلی هم مهمه. در ضمن حتی قرار گذاشتیم که با هم دیگه بریم. مروه چی شده عزیزم؟ حالت خوبه؟ چه دکتری؟ دکتر قلب. دکتر قلب گفته چیزه ممکنه تو ریتم قلبش مشکلی داشته باشه. نه بابا گفت جایی واسه نگرانی نیست. گفت اگه چیز کنین اما پشت گوش نندازین حتما باید بررسی بشه. مروه باشه شما برین اما بهمون خبر بدین. خب لروکس عزیزم پروژه رو من طراحی میکنم. تو برو گل باشه قبول. بچه‌ها یه لحظه وایسی. برو خواهش میکنم. چرت نگو مروه. موضوع قلب شوخی بردار نیست. آیدا به دمیر خان چیزی نمیگیم. مروه تو گلخونه است. منم دارم مکانا رو کشف میکنم. باشه بریم. دوست عزیزم هیچ مشکلی پیش نمیاد. خب اصلا نترس. خوب میشی. ما کنارت هستیم. به محض اینکه کارم تو گلخونه تموم شد میام پیشت. چشم رنگی من. میکش. همه چی خوب میشه نازنین. باشه اومدنی یه نوشیدنی چیزی هم بگیر. اگه بتونم برم خونه باشه. انقدر کار نکن پسر. آخرش مواد میریزه. دوزر بریزه. مغزم سالم میمونه. آهی بگم خدا چی کارت نکنه خود شیفته. خیلی خوب بگو. وداد مدیر روابط عمومی شرکتمون رو میفرستم پیشت. مروه اون در مورد پروژه‌مون باهات حرف میزنه. یه گزارش فوری لازم دارم. حداقل تو درگیر این کلیشه‌های کاری نشو. همیشه کاراتون فوریه. انگار که قراره مغزمون رو جراحی کنیم. راحت باش هر چقدر میخوای مسخره بازی در بیار. این کار همون مشتریه که باش به مشکل خوردیم. طرف معلومه که میخواد پدرمون رو در بیاره. نشون بده که حرفه‌ای و داداشتو نجات میدی. فهمیدم. باشه دمیر حله. بسپرش به من. نگران نباش. من دارم میرم. باشه وداد هم دیگه رو میبینیم. بذار من بدرقت کنم. باشه. دوبله شده در استودیو جن. راستش میتونیم یه چیز سبک بخوریم. بریم فیلممون رو ببینیم و بعدش یه جای خوشگل پیدا کنیم و یه غذای خوب بخوریم. عشقم چی شد عشقم؟ نازنین چی شد؟ تو حالا تو عمرم اینقدر خجالت نکشیده بودم. میدونستی؟ تو چشمای صمیمی‌ترین دوستام نگاه کردم و بهشون دروغ گفتم. تو نگفتی من گفتم عشقم. در ضمن اون دروغی هم که گفتی اصلا قشنگ نبود. برو سلامتی که شوخی بردار نیست. من اعتقاد دارم که اینجور چیزا خیلی بدیوم نمیاره. میفهمی؟ آره دروغی که گفتی واقعی میشه. واقعی میشه. نازنین چرت نگو خدا نکنه. یه چیزی اصلا نرمال نیست. برو من حالم خوب نیست. یعنی چی خوب نیستی؟ بیا اینجا بشین. بیا بشین ببینیم. نمیتونم نفس بکشم. ها؟ من نمیتونم نفس بکشم. یعنی چی نمیتونی نفس بکشی عشق؟ من نمیتونم بیام سینما. برو بول نکن وایسا. نمیتونم. از بینید نفس بکش. بچه‌ها برای هوا کردن اون جای دیگه پیدا نکردین؟ گیر کرد. باز گیر کرد. بهت گفتم اون طرفی نرو مگه نگفتم؟ عمو وداد بادکمون گیر کرد. این چندمین باره پسر. مگه نگفتم اینا رو تو گلخونه بلند نکنی؟ داشتی میرفتی بیرون که گیر کرد. چه پرو؟ دست پیشو گرفتی که پس نیفتی؟ برو پیکارت. برم نردبونو بیارم. خیلی مردی عمو وداد. آره خب هر وقت به کارت میام عموت میشم. هر وقتم به کارت نیام ودات میشم. ببین منو منتظر باشین تا بیام. سر خود از بله خب. یکم دیگه بکش الان نخش آزاد میشه. نخش کنده میشه. چیکار کنیم؟ گیر کرده. چیکار میکنین فسقلیا؟
موجی یکم راست یکم دیگه. این طرف؟ نه اون یکی راست. اون که میشه چپ. درست بگو. حلش کردم. دارم ولش میکنم. بدوین. بدو. من نردبون آورده بودم. وای معذرت میخوام ببخشید. نه خواهش میکنم. طوریتون که نه نشد. خوبم. شما چی؟ طوریتون شد؟ نه بابا من چیزیم نمیشه. من رو درختا بزرگ شدم. خیلی از رو درخت چطوری؟ افتادم. تو استانبول؟ نه بابا تو یلا. کدومشون؟ یوسفیندیک بوزارمود، چشم سفید آیهانجیک، یعنی بیشتر اون طرفا. آیهانجی؟ اهل سینوفی هستی؟ جغرافیاتون خیلی خوبه. هر کسی نمیتونه به این زودی مگه بفهمه. میشه؟ خیلی برای اون طرفو تور میذارن. گرچه من و دوستام همینطوری یهویی رفتیم اونجا با کول پشتی و از اینجور چیزا. کی؟ دومین سال دانشگاه جشن گرفته بود. واقعا حتما خوش گذشته. خیلی. بیا تو. برای حرف زدن اومدم اما انگار وقت ندارید. خوبین براک خان؟ اگه شما هم جای من بودین خوب بودین؟ اول از همه اینطوری سر کار نمی اومدم. میگم قهوه بیار. من گفتم ممنونم. خوبه؟ پس بریم سر اصل مطلب. تصمیمتون چیه؟ وقتی از اینجا میرفتم بیرون تصمیم گرفتم دیگه برنگردم شرکت، اما دوست دارم که وقتی از اینجا میرم با دلیل درستی برم. به این نتیجه رسیدین که بمونین؟ به این نتیجه رسیدم که بیام و ازتون معذرت خواهی کنم. نوش جونتون. ممنونم. ممنونم از بیا خانم. خودم رو گذاشتم جای شما. فهمیدم که کارم اشتباه بوده. دوستام اومدن پیشم و کمک خواستن. نتونستم به شما اعتماد کنم. نتونستم بهشون پشت کنم. نیتم خوب بود اما راهی که انتخاب کردم اشتباه بود. قبول میکنم و معذرت میخوام. اگه دوباره یه همچین بحرانی پیش به بیاد صندلیم تکیه میدم و با هیجان اتفاقی که میفته رو تماشا میکنم. نمیخواستم اینو بگم. اگه دوباره یه همچین بحرانی پیش بیاد و دوباره کارمندای شرکت رو به خطر بندازین، فقط رابطتون با شرکت قطع نمیشه، بلکه مجبور میشم همه چی رو گزارش کنم. فاصلتون رو با کارمندا رعایت کنین براک خان، مخصوصا در مورد لراکس خانم. با اجازتون. بفرمایید. دارین میرین براک خان؟ براک؟ این چه شده؟ خب یه چیزایی شده اما به زودی مشخص میشه. الو براک چی شد؟ دکتر چی گفت؟ چه دکتری؟ خوبه دیگه. اگه حالش خوبه تو چرا اینقدر صدات ناراحته؟ هپی پای؟ باشه میام. اما چی شده برا؟ باشه این طراحی رو تموم کنم میام. شما برین اونجا منتظرم باشین. خب بعدش گفتن برو هندونه رو از رودخونه بیار.
منم رفتم پامو کردم تو اون رودخونه. وای باور کردنی نبود، از جلوی پام توده‌های یخ رد می‌شدن. منم هندونه رو برداشتم اما پام کبود شده بود. اوه من تو اون رودخونه ها شنا یاد گرفتم. واقعا آفرین. یه چیزی بگم، تو پس تو هر شرایطی میتونی زندگی کنی. اگه بدونی. در ضمن من وداتم. خوشبختم وداد. راستش به خاطر کار اومده بودم اما حرف تو حرف شد نتونستم چیزی بگم. شرکت آرتمیم ما یه پروژه‌ای گرفته که برای تزیین حیات میشه. اون کار. پس تو مروه‌ای آره؟ آره؟ ببخشید معذرت میخوام. راحت باش. الو آیدا. لروکس برو زنگ زد. خوب چی شده؟ دکتر چی گفته؟ چیز بدی که نبوده؟ نه خوبه. گویا شوک عصبی گذرونده. الان دارن میرن هپی پای. بوراک با دمیر یه جلسه خیلی سرد داشتن، یعنی باید فوری جمع بشیم. باشه من فوری میام، منتظر باشیم. خیلی ببخشید من یک کار فوری برام پیش اومده باید برم. میخواستی در مورد کار توضیح بدی؟ من این پرونده رو میدم بهت. اندازه ها و نقشه‌های هتل این توه. قراره کنار استخ یه جنگل درست کنیم، رو پشت بوم و داخل اتاقا هم به گیاهای شاداب نیاز داریم، یعنی زمستونا پژمرده نشن تابستونا به وجد بیان. چطور ممکنه؟ میدونم اینطوری اصلا نمیشه اما من به تو اعتماد دارم. به تو میسپارمش. باشه خب دیگه موفق باشی. این دیگه چی بود؟ از درخت افتاد مثل طوفان رد شد و رفت. چرا اومدیم اینجا؟ لروکس بیاد بعد همه چی رو توضیح میدم. چشم رنگی تو خوبی؟ بیمارستان اینطوری شد؟ ترسیدی یهویی اینطوری هول کردی؟ نه جونم بیرون بودیم، یعنی الان خوبم. راستش من از اولش هم خوب بودم. خوب نبودیم، هیچ کدوممون خوب نیستیم. ما داغون شدیم. یعنی امروز این دختر بیچاره هول کرد، فردا هم حتما یکیمون سکته میکنه. از من گفتم بود. حالا نازنینا بوراک تو چی خوبی؟ شنیدم با دمیر حرف زدی. کاش میذاشتی یه روز دیگه، چون امروز اصلا حالت خوب نبود. بی خیال لروکس، اصلا در موردش حرف نزنیم. نمیتونیم هم حرف بزنیم. خیلی خوب، حالا اینا رو بی خیال بشیم. به جای حرف زدن در مورد اتفاقای گذشته، در مورد اینکه چه کارایی میتونیم انجام بدیم حرف بزنیم. فاز دوم عملیات چیتا رو شروع میکنیم. اون پروژه اول که خراب نشد؟ نه نشد. به خاطر اینکه بحران یلدیرین پیش اومد یکم بهش فاصله دادیم، اما از اونجایی که اونم پشت سر گذاشتیم دیگه وقتش یه حمله جدید بکنیم. چه جور حمله ای؟ مشتری هیولای خودمون رو میسازیم. مشتری هیولا یه جورایی مثل قول آخر تو مرحله آخر گیما، لول باس. دقیقاً همینطوره. یه نفر رو برای جون دمیر میکنیم، کنترل همه چی دست خودمونه. اما با رئیس اصلا نمیتونه کنار بیاد. و قشنگترین قسمتش هم اینه که اصلا مراقبتی ماجرا نمیکنه، فقط میخواد با دمیر کار کنه. هر شکستی هم به حساب اون نوشته میشه. البته تمام مشکلات پشت پرده رو ما طراحی و پیاده میکنیم. اینطوری همه بدبیاریای ممکن اتفاق میفته و همه یه کارا خیلی بد پیش میره. و اگه قسمت باشه با 3 قطب دمیر خانو از شرکت بدرقه میکنیم بره. هیئت مدیره، اکرم خان و ما. سلام آیدا، اومدم دنبالت جلوی درم. از شرکتون با بچه‌ها تو هپی پای نشستیم، اگه میخوای بیا. ابراهیم دمیر چطوری؟ خوبم. اگه اومدی دنبال لروکس رفته. راستش اومده بودم دنبال آیدا، اما اینجا یادم افتاد که بهش پیام بدم. یه مکانی به اسم هپی پای هست اونجا، تو هم میای؟ تا اونا کارشون رو حل میکنن من و تو هم با هم یه قهوه میخوریم و یه گپی میزنیم. خیلی ممنونم ابراهیم، اما تو خونه کلی کار دارم که باید حلشون کنم، باید برم. حالا میری دیگه، روز بلنده. بیا یه قهوه مهمونت کنم. در ضمن چیزایی هست که میخوام در موردشون باهات مشورت کنم. خب باشه، اونجا هم دیگه رو میبینیم. باشه. بله فیروزه. پس تو کجایی؟ منظورت چیه؟ داری ازم حساب پس میگیری؟ میخوام برم کلوب ادبیات. اما تو دفتر برنامه‌ریزی همچین چیزی نوشته نشده بود. فقط کار
کارگاه بازدید کم بود. آفرین آفرین. ببین چی میگم لیلا، تو که نرفتی خونه لروکسینا ها؟ از صبح مغزمو خوردی، حرف تو کلت نمیره که. بابا من دیگه نتونستم طاقت بیارم. سر صبحی به اون مرد بیچاره شوکه الکتریکی دادی، افتاد رو چمنا. نمیدونم الان مرده است یا زنده است. میخوام برم با لروکس حرف بزنم ببینم بدبخت بیچاره در چه حالیه. باشه برو تا بفهمه ما بودیم بی اجازه رفتیم تو حیاط خونه‌ش و طرفو بیهوش کردیم، بعدش هم فرار کردیم. یعنی این بار به جرم سخت کردن یه نفر میافتیم زندان. تو باورت میشه؟ ای بابا من دلم شور میزنه آخه. زود برگرد خونه وگرنه بدجوری تو دردسر میافتیم زن. ای خدا. آخ لیلا از دست تو آخرش هر دو تامون تو دردسر میافتیم. ای خدا نگران نباش خدایا دارم میام پیش خوده. نمیتونی جایی بری، بعد جوری دارم ازت الکتریک میگیرم. ما اصلا نمیخواستیم اینطوری بشه. راستش ما آدمای خوبی هستیم، به خدا خیلی خوبیم، حرف نداریم. حتما همینطوره، اما من منتظر اون دشمن برقم. اونی که سیما رو بریده بود میاد اینجا. بذار بیاد، اون وقت حالشو در میارم. ای خدایا به خودت پناه میارم. این طرفا زندگی میکنی؟ ای خدا کمکم کن، تو رو خدا به بزرگی آره. خوده. این طرفا زیاد امن نیست. این کارت منه، خواستی زنگ بزن. ای خدا وای قلبم. رفته انگار رفته. خب ما از کجا یکی رو پیدا کنیم که نقش مشتری هیولا رو بازی کنه؟ ها؟ بهتر نیست یه بازیگر استخدام کنیم؟ یه حرفه‌ای. چرا که نه؟ میتونیم با آژانس‌های بازیگریابی حرف بزنیم، اما چطوری باید کاری کنیم که سکوت کنه؟ دوستان یه لحظه صبر کنین لطفاً. شرکتمون یه بحران شدید و پشت سر گذاشته و متاسفانه ما هممون بخشی از این بحران هستیم. ما برای حل این بحران یه بحران بزرگتر درست کردیم. آخه مگه طرف چند هفته از مدیر شرکتمون شده؟ چیزی غیر از مشکل دید؟ هنوزم نتونستیم یه کار با موفقیت تموم کنیم و بهش نشون بدیم. لروکس یکم بی‌انصافی نمی‌کنی؟ وای بورا چه بی‌انصافی آخه. براک تو یه چیزی بگو. چند ماهه که مدیر این شرکتی؟ چرا با همون کار کردی؟ یعنی با وجود این همه مشکل چرا بازم به یکی ادامه دادی؟ چون من به شما اعتماد دارم. اصلا ما تونستیم یه دلیل به این آدم نشون بدیم تا بهمون اعتماد کنه؟ اصلا به این فکر میکنیم که تو این شهر چقدر آدم هستن که دنبال کار میگردن؟ چند تا معمار، چند تا مهندس، چند تا حسابدار. راستش عملیات چیتا فکر شما بود لروکس خانم. کسی هم که اول از همه ما رو متقاعد کرد شما. باشه منم نمیگم که بیخیالش بشیم، میگم یه مدت رو کارمون تمرکز کنیم، استعدادمون رو نشون بدیم، به ما اعتماد کنه و خیالش راحت شه. وگرنه ما هر کاری بکنیم با شک بهمون نزدیک میشه. باشه پس همزمان پیش میریم، مثل خر کار میکنیم با همه قوا. یعنی از جون مایه بذاریم که وقتی ما رو دید ببینه که داریم مثل ربات کار میکنیم. دقیقاً. از یه طرف هم یه مشتری جدید رو سرش خراب میکنیم که اینطوری پروژه‌ای که دست ما با موفقیت پیش میره اما پروژه‌ای کاریه اون مدام به مشکل برمیخوره. به نظر من که فکر خوبیه. نظر تو چیه براک؟ ها؟ ای بابا براک، لروکس تو رو خدا به خودتون بیاین دیگه. ای بابا من امروز حمله عصبی به هم دست داد. شما چتونه؟ خیر باشه لروکس. خب میدونی اگه نمیشناختمت واقعا فکر میکردم دیگه نمیخوای دمیرخان بره. چشم رنگی اینطوری نیست، باور کن بیشتر از همه من میخوام که بره. باشه قبول، عملیاتو انجام بدیم، یه مشتری هیولای خطرناکم گیر بیاریم، اما قبلش یه کمی عاقل باشیم، یه تکونی به خودمون بدیم. به نظرم این خیلی نقشه خوبیه. من هستم. اما خب کسی به ذهن من نمیرسه که نقش مشتری هیولا رو بازی کنه.
تیک تک زمان داره مثل برق میگذره براک. میخوای من بیام شرکت؟ خیلی خوب، پس اولین کارمون اینه که یکی رو پیدا کنیم که بتونه این کار رو انجام بده. براک، کسی به ذهنت نمیرسه که بتونه این کارو بکنه؟ یعنی کسی که وقتی لازم شد بتونه خیلی خشن اما نباید طوری به نظر بیاد که انگار نقش بازی میکنه. یعنی باید کسی باشه که روی خواستش پافشاری کنه و بتونه دمی رو متقاعد کنه. اسن خانم، باید با هم حرف بزنیم. یه پیشنهادی براتون دارم. راستش من یکی رو براتون سراغ دارم. دوبله شده در استدیو جن. عملیات چیتا چیه دوستان؟ اسن خانم، باید حرف بزنیم. یه پیشنهادی براتون دارم. راستش من یکی رو سراغ دارم. عملیات چیتا چیه دوستان؟ یعنی شما دمی رو میشناسین؟ با هم کار میکنیم. تو اینترنت پروفایلش رو نگاه کردم، دیدم که با هم دوست هستین. بعدش یکم بیشتر تحقیق کردم، فهمیدم فقط همکار نیستیم. دارم یه نقشه مسافرت سورپرایز میکشم، گرچه نمیدونم سورپرایز دوست داره یا نه. اونو وقتی راه افتادیم میبینیم. در ضمن اگه شکایتی داری با این حرف بزن. میشه اینو بکشی کنار؟ این دیوونه ها رفتار میکنی. آره، تو هم یه جوری رفتار میکنی انگار تو این خونه زندگی نمیکنی. چی؟ آیدا، وقتی چشتو اینجوری باز میکنی و جوری رفتار میکنی که انگار چیزی نمیدونی و میگی چی؟ وای من عاشق این قیافت میشم. مرو مزخرف نگو، همچین چیزی نیست. در ضمن یه وقت میشنوه سوء تفاهم میشه. آلارا سورپرایز. آلارایی تو شرکت؟ آره. دختر یلدریم خان اینجا چی کار میکنه؟ من چه میدونم. نشد دیگه.